درود بر آقا سجاد گل. قراره امروز ما رو چی مهمون کنی برار؟ درود به فالوورای گلتون. ما میخوایم به شما امروز یه یخ در بهشت مشتی تو گرمای تایلند بهتون. سپاسگزارم. اون زیرو. خب نوشابه رو میذاره اینجا. زیروه؟ زیرو من دوست ندارم، غیر زیرو بده. از این عزیزم از اشتباه بود. از اینجا از این نه ببین عکسشو گذاشتی. صاحب کن زیرو آوردی. این کله اینه. زیروه. ایراد نداره. الان یخ در بهشتی میشه. انگشت یخ در بهشت نشه. نه. بکنم باید فشار بدی بره داخل چیز. داره یخ در بهشت درست. حالت یخ در بهشت شد. الان درشو باز میکنین میل میکنین. به سایجوش یه بار دیگه. آره به سایجوش دوباره از اول. زیرو میخوری یا نه کولا؟ من قندش بالا، رژیمی نباشه، قندش بالا، هر چی برای سلامتی بیشتر ضرر داره. آره هر چی برای سلامتی بیشتر ضرر داره. میذاریم داخلش، دکمه رو میزنیم. بعد از چند ثانیه یخ در بهش تحویل میده. این گرمای تایلند واقعا میچسبه. جالب. این چقدر پیشرفت کرده. واقعا. ممنون از 7-11. خب تمام شد. این خدمت شما. نشد هیچ اتفاقی نیفتاد. نه دیگه یخ در بهش شد. ببینید کجا شد؟ همش یخ. یه ذره یه کوچولو از این نوشابه‌ای ورده که برای سلامتی ضرر داره بیشتر. از اونا برمی‌دارم که قندش بیشتره، قندمون بزنه بالا. آفرین بارکلا. نوشابه رو برمی‌داریم می‌ذاریم داخل دستگاه به صورت برعکس. دکمه رو ما میزنیم، کم کم با اشک شروع میکنه یخ. الان یه تیکه شد، یه تیکه دیگه شد، یه تیکه آخرم شد. به این صورت شد یخ در بهشت. خب یخ در بهشت ما حاضره. حالا بریزیش تو لیوان ببینیم چقدر یخ شده. یخ در بهشت. بفهم. ببین یه ذره بیار جلو، من این یخاش هم نشون بدم. ببینید واقعا یخ زده. فکر نکنید الکیه. اینم یخاش. مرسی از 7-11. مرسی از تایگشت.